چه بر سر ما آمد؟ چطور افغانستان پر از امید به افغانستان ناامیدی و فقر تبدیل شد؟ آیا زمان آن نرسیده که به گذشته نگاه کنیم و از کسانی که ما را با اینجا رساندند بازخواست نماییم؟ این روایت تلخ از 14 سال حکومتداری مردی است که فرصتها را سوزاند و آینده یک ملت را در قمار قدرت قومی باخت. این داستان حامد کرزی است. 14 سال حاکمیت حامد کرزی نه سالهای دولت سازی بود، نه دوران ملت سازی، بلکه عصری بود از فرصت سوزی های ویرانگر که در آن امیدهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی یک ملت قربانی هژمونی قومی و به دبستانهای پنهان با طالبان و شبکه‌های منطقه‌ای شد. او نه تنها در برابر فساد نجنگید، بلکه بخشی از آن بود. کرزی دروازه‌های افغانستان را به روی سازمان‌های اطلاعاتی کشورهای همسایه باز کرد، چنان که گویا افغانستان خانه بی صاحب است. به جای ترسیم یک سیاست ملی و آینده‌نگر، همه چیز را در گرو روابط شخصی، قومی و خانوادگی گذاشت. او اجازه داد مافیا بر اقتصاد افغانستان چنگ بیندازد و میلیاردها دلار کمک جهانی را به چاه فساد، قاچاق و رانت بریزد. دیدارها و تحرکات کرزی هنوز هم بر مبنای روابط قدیمی و منافع شخصی است، نه بر مبنای مسئولیت ملی یا احساس پاسخگویی. کسانی که روزی از کنار قدرت او نان خوردند، امروز هم برای بقای خود از تصویر او چهره اثرگذار می سازند. حمایت ها از او از سر آرمانگرایی نیست، بلکه باز تولید همان شبکه های سودجو است که روزگار بر دوش ملت سوار بودند. مردمی که امروز در صف تبریکی فراغت پسر کرزی ایستاده اند، فراموش کردند که میلیاردها دلار می توانست سرنوشت افغانستان را تغییر دهد. کشوری بسازد آباد، مستقل و آزاد از فقر، اما آن ثروت به دست باندها افتاد، نه ملت. کرزی با سیاست گذاری های اشتباه افغانستان را از مسیر توسعه منحرف کرد و فرصت های طلایی را به خاک یکسان نمود. او از مرموزترین چهره های ریاست جمهوری ماست، چهره‌ای که باید امروز در حاشیه تاریخ ایستاده باشد، نه در صدر رسانه ها. نام او هنوز شنیده می شود، نه به خاطر خدمت، بلکه به خاطر اشتباهات پرهزینه‌اش برای مردم و سرزمین ما. کرزی هرگز رئیس جمهور برای همه اقوام افغانستان نبود. او فقط تظاهر به همگرایی می کرد. با گماشتن مشاوران نمادین از هر قوم و چند محافظ قومی، حتی با لباسهایی که وانمود می کردند نماینده فرهنگ‌های مختلف این کشور است. چیزی جز یک نمایش نبود. چشم مردم را بست، اما دلش فقط به یک سوی خاص متمایل بود. او از وحدت ملی سخن گفت، اما در عمل بذر تفرقه کاشت. مشکل اصلی ما هنوز هم ضعف در تحلیل سیاسی و خوشبینی کور به رهبران است که آزمون خود را باختند. بسیاری از هم میهنان ما هنوز گمان میکنند کرزی ناجی افغانستان است، در حالی که فاجعه امروز حاصل سیاست‌های ناکارآمد و نیت‌های قوم محور دیروز اوست. ما وظیفه داریم که آگاهی سیاسی مردم را بالا ببریم تا دیگر فریب نخورند، تا در برابر فریب لبخندهای سیاسی و وعده‌های تو خالی بایستند. اگر تاریخ را درست نخوانیم، بار دیگر قربانی خواهیم شد و این بار شاید فرصتی دیگری برای برخاستن نداشته باشیم.